آیا می دانید چرا دوستی ها از بین می روند؟ فکر کرده اید چرا صمیمیت ها کمتر می شود؟ می دانید چرا کینه و نفرت در دل اولادهای ما جا گرفته است؟ مادران و پدران بینهایت محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مادران و پدران معزز و گرامی، شما میفهمید که اولادهایتان نسبت به گفتارتان و نصیحتهایتان از کردارتان، از شیوه رفتار و عملکردتان چیزهای زیادی را به آسانی می‌آموزند. بدین معنا اگر هرچند نصیحت بکنید آنقدر تاثیرگذار نیست، مثل این که شما در جریان امورات یومیه وقتی یک عمل را انجام میدهید و آن را اطفالتان میبینند، این را زودتر میآموزند و همین محک میشود در ذهن آنها و در آینده وقتی اینها با همچو اولاد مواجه شوند، کارکرد شما در ذهن آنها محک گردیده است و به همان شکل اینها با استفاده از همان معلوماتی که است، اینها در زندگی خود به همان شکل با دیگران برخورد می‌نمایند. بنابراین بسیار مهم است تا هر مادر و پدر بسیار دقت کند و متوجه باشد، عمل را انجام ندهد تا این عمل در آینده در زندگی اطفال آنها تأثیرات منفی داشته باشد. برای واضح نمودن همین مثال من به طور بسیار ساده و آسان یک مثال را مطرح کنم. مثلا اگر ما یک درامه یا یک پارچه از تمثیلی که با واسطه ممثلین به نمایش گذاشته میشه و یا یک حصه از فیلم تماشا بکنیم، اگر در جریان همان فیلم، درامه و یا هم پارچه تمثیلی همان شخصی که ممثل است اگر از مشکلات زندگی خود، از شرایطی که سختی که وی گذشتانده است، از لحظات تنگی که تحت فشارها بوده است قصه بکند و گریه بکند، تأثیرش بالای بینندگان آنقدر است که حتی ممکن بعضی از بینندگان هم یک جا با آن شخص بگیرند، در حالی که اشخاصی که این تمثیل را، این درامه را و یا این فیلم را میبینند کاملا میفهمند که این یک قصه است، این یک داستان هست و یک چیز واقعی نیست.
که در همین لحظه بگذرد. اما باز هم تحت تاثیر عواطف و احساسات قرار میگیرند و یک جا با تمثیل همان ممثل در همان لحظه میگیرند، گریه میکنند، ناراحت میشن. بنابراین اولادهایتان احترام بیشتر، محبت بیشتر نسبت به همگان به شما دارند. بعضا والدین محترم، شما بعضی از قصه های زندگی خود را که در گذشته شما از آن ناراحت شده اید، ممکن قصه یک برادرتان باشد، ممکن قصه خواهرتان باشد، ممکن قصه مادر باشد و یا پدرتان باشد. شما همه خوبی های آنها را نادیده گرفته و یکی از تأثیرات را که شما را غمگین نموده است آن را در لحظات خوب و لحظاتی که شما با اولادهایتان یک وقت فارغ دارید، یک وقتی است که حرفهای شما و شیوه گفتار شما تأثیرگذار است. شما قسم میگویید که برادرم با من یا هم خواهرم با من یا هم پدرم با من در این وقت این گونه یک عمل را که ناخوشایند بود انجام داده است و یک جا با آن چون شما درد دیده اید، ناراحت بوده اید، شما اشک میریزید و گریه میکنید. همین صحنه چون شما تمثیل میکنید و چون بالای شما گذشته است با وجه بهتری آن تمثیل میکنید، این را اطفال شما میبینند. وقتی ببینند این در ذهن آنها جاگزین میشود و کاملا محک ذهن آنها میشه. وقتی این عمل صورت بگیرد در آینده، اگر کاکا باشد، ماما باشد، خاله باشد، عمه باشد، بابا باشد و یا هم بیبی باشد، دیگر این طفل بنابر همین حالتی که شما هم به شکل زبانی و هم به شکل ریختن اشک با وی قصه نموده، دیگر احترام آن را نمی‌کنید. و این شماها هستید که دوباره از همین اطفالتان میخواهید که احترام ماما را بکن، احترام کاکا را بکن، احترام خاله را بکن، احترام عمه را بکن و در کل احترام بیبی و بابا را بکن، پدرکلان و مادرکلان. اما این حرفهایتان تاثیرگذار نمیباشد. برای اینکه اطفالتان اعمالتان و کردارتان را بیشتر کپی میکند نسبت گفتارتان و شما باز ناراحت میشوید که هرچند نصیحت بکنم اما طفل من احترام به خاله، ماما، کاکا و همچنان پدرکلان و مادرکلان ندارد. میفهمید مقصر کی است؟ مقصر شما هستید که همین گونه یک ذهنیت را در دوره طفولیت یا در جوانی و اولادهایتان از طرف شما داده شد و آن را آنها کاپی نمودند و نتیجه آن چی است که دیگر همان طفل شما که فعلا طفل نیست
بزرگ شده است تا وقتی که ضرورتهایش باشد، اگر خاله باشد، کاکا باشد، ماما باشد، عمه باشد و پدرکلان، تا وقتی که ضرورتهایش مرفوع می شود از آنها احترام می کنند و وقتی که به مرحله برسند که دیگر می توانند ضرورتهای خود را خود اینها مرفوع نمایند، هیچ گونه احترامی نمی کنند. با وصف این که شما تأکید می کنید، اصرار می کنید، اما اصرار و تأکید شما جایی را نمی کند. بنابراین پدران محترم و مادران محترم، شما لازم است که همیشه از این گونه عمل خودداری بکنید تا در آینده شما خودتان سبب نشود تا شما برنجید و شما از همین گونه بی احترامی و عدم احترامی که به این افراد اطفالتان یا جوانانتان میکند شما سبب ناراحتی شما نشود، که این یکی از مشکلات بسیار عمده زندگی انسان ها است. پدران و مادران بی نهایت محترم، من کوشش میکنم این گونه ویدیوهایی که تاثیرات مثبت بالای شیوه برخورد انسان ها در اجتماع دارد این را به شما آماده بکنم و تجربه های خود و سایر اشخاصی که تجربه خوب دارد با استفاده از آنها خدمت شما ارائه بکنم. امید است در کامنت هایتان ما را فراموش نکنید و این ویدیوها را و آنهایی که شما با آنها محبت دارید و آنها را دوست دارید و می خواهید که در زندگی آنها هم تغییر مثبت ایجاد شود با آنها نیز شریک بسازید. می توانید این چینل را سابسکرایب کنید، لایک کنید و با دوستانتان هم شریک بسازید. منتظر نظریات مثبت شما هستیم. از توجهتان جهان سپاس. وقتی خوش داشته